مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم زنه میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امیر فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. موضوع این قسمت برنامه پشت پرده نمیشه گفت فساد سلبریتی‌ها، چون سلبریتی‌ها معتقدن که در سینما ایران فساد وجود نداره، اما ما تمام این افشاگری‌هایی که از بازیگرها و سلبریتی‌ها و افراد معروف و مشهور سینما ایران کردیم تنها 5% از فساد سلبریتی است که البته گردن نمیگیرم و میگن که بدنه سینما ایران پاکه و خیلی بهتر از من اون کسایی که توی سینما ایران هستن میدونن که سینما ایران درست مثل یک دهکده کوچیک میمونه، همه همدیگه رو میشناسن و همه از فساد همدیگه و همه از تخلفات همدیگه باخبرن. و بعضا وقتی من با بعضی از سلبریتی‌ها صحبت میکنم، افراد معروف و مشهور باشون تلفنی صحبت میکنم، میگن که چرا فلان چیز راجع به فلان خانم نگفتی که همزمان با تهیه کننده و کارگردان دستیار صدا و ایکس و وای زد نبود. یعنی هرس میخورن از این که ما بیشتر راجع به اون شخص صحبت نکردیم، چون کاری که ما داریم انجام میدیم این هستش که افشاگری بکنیم که صنعت سینما ایران پاک بشه، که البته بعید میدونم بتونیم اونقدر تاثیرگذار باشیم، چون انقدر سینما ایران عجیب و غریب و تو در تو و پر از فساده. فقط حالا شاید ما بتونیم یه درصدیش رو پاک بکنیم. سینمایی که انواع و اقسام اتفاقات عجیب و غریب توش میفته و بازیگرها تا موقعی که داخلشن، تا موقعی که دارن خوب پول در میارن، تا موقعی که دارن خوب فیلم بازی میکنن، تا موقعی که با یه شخصی کله گنده رل زدن و دارن حسابی استفاده میکنن از این قضیه، همه چیز خوبه. سینما ایران پاکه و سینما ایران تر و تمیزه. به محض اینکه یه مدت بهشون فیلم و سریال پیشنهاد نمیشه، بیکار میشن، بی پول میشن، میگن سینما ایران توش فساد بود. موقعی که پول در آورده بودید این ور اون ور میبردن و بعد مسابقه میکنن، اون موقع فساد نبود تو سینما ایران. الان فساد شد، بعد میاد میگید که آره امیر فرین درست. حالا بگذاریم. امروز هم در برنامه پشت پرده راجع به افراد مختلفی صحبت خواهیم کرد. از سحر زکریا صحبت میکنیم و ماجرای دوستیش با مهران مدیری که اصلا چی شد که کات کردن، چون مهران مدیری به نوعی حالا دوست پسرش بود. راجع به نیوشا ضیغمی صحبت خواهیم کرد و بهاره کیانفشا که جدیداً هم ازدواج کرده و همچنین یه شخص پرنفوذی توی سینمای ایران که دوست پسر نیوشا ضیغمی بود، مهدی صفایی. اطلاعات جالبی داریم و راجع به یک کوتاه خواننده هم تو این ویدیو صحبت میکنیم و اینکه چرا اصلا بازیگرهای سینمای ایران اکثرا به طلاق میانجامه زندگی مشترکشون. آقایونی که بعضا ازدواج میکنن و به گردن نمیگیرن ازدواجشون و به طلاق میانجامه، کسایی که زن و بچه دارن، و خانوم هایی که عموما ازدواج میکنن و بعد از اون تو سینما ایران موفق نمیشن، مگر اینکه شوهرشون توی سینما ایران یه کاری باشه، تهیه کننده باشه یا کارگردان باشه که بهشون بازی بده، وگرنه اگه متأهل بشن عموما توی سینما ایران از کار بیکار میشن و نمیتونن کار بکنن، بخاطر اینکه نمیتونن ویژگی های خودشون رو به رخ حریفان بکشن. بدون هیچ مقدمه‌ای بریم یه بوله ببینیم. کانال یوتیوب برنامه پشت پرده اگر دوست داشتید سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. بیایم شروع کنیم. سلام امین، چرا من اونوریم؟ عزیزم برو درست کن، بچرخون، برو آها، امین فردین هستم. اگه میخواید ویدیوهای ما رو که تا دسته سوسولا، چاسی فیکا، تا خشت گوگولیا، دروغگوها، پول بگیرا، همه رو افشا میکنم. ببینید ما رو سابسکرایب کنید. سابسکرایب. آفرین متشکرم. خب راجع به موضوعات مختلف میتونیم صحبت بکنیم. اول راجع به میتونم سحر زکریا بگم و اینکه چی شد با مهران مدیری، اصلا به مشکل خورد. ماجرام از این قرار بودش که خب اوایل دهه 80، اواخر دهه 70 خب اینا خب چند سالی با هم دوست بودن و فیلم و سریال زیادی هم بازی میکردن. اون موقع همسر مهران مدیری میفهمه این ماجرای دوستی سحر زکریا با مهران رو و خلاصه هزار تا اتفاق میفته و دیگه فاصله شون کم کم زیاد میشه. ولی خب کم و بیش با هم دیگه در تماس بودن و در ارتباط بودن تا اینکه سحر زکریا میره توی یه دونه از کلیپ‌های یکی از خواننده‌ها بازی میکنه.
یعنی علت اصلی که مهران مدیری فاصله‌شو رو با سحر زکریا ایجاد می‌کنه میگفتش که این رفته با یه دونه خواننده در پیت دوست شده و رفته توی کلیپش که مثلا کلیپ بالای پشت بوم بوده کلیپ ساخته و مثلا شأن و شخصیت خودش و من و رل و رابطمون آورده پایین و از اون موقع به بعد از مهران مدیری انکار، از سحر زکریا اصرار که با هم دیگه باشن و بعد از اون هم مهران مدیری گردن نمیگیره و از اون برم سحر زکریا متاسفانه درگیر میشه با مواد مخدر که خیلی از بازیگرهای صنعت پر رونق سینما ایران من نمیدونم چرا اینقدر درگیر مشروبات الکلی و نمیدونم آرد و چیزهای مختلفن و توی سینمای ایران 80% فوتی‌های بازیگرهای جوون زیر 35-40 سال به خاطر مصرف بیش از حد مشروبات الکلی یا مواد مخدر بوده که بعد از اون هم برای اینکه خب زشت بیان بگن که مثلا فلان شخص به خاطر مصرف بیش از حد مواد مخدر یا به خاطر مصرف بیش از حد مثلا مشروبات الکلی سکته قلبی یا مغزی کرده یا مثلا سنکوب کرده، میان میگن که طرف مثلا سکته قلبی کرده یا مثلا میگن که طرف حالا تو خواب سکته کرده که به حال شأن طرف هم حفظ بشه. مثلا خشایار الوند که نویسنده سریال‌های مثل پایتخت بوده، پایتخت‌های فصل‌های مختلف داشته که ایشون نویسنده بوده، شب‌های برره قهوه تخت شوخی گرم و خیلی از فیلم و سریال‌هایی که توی شبکه 3 و پخش خانگی پخش می‌شد که ایشون 19 اسفند سال 97 تو سن 51 سالگی عنوان میشه که به علت سکته قلبی فوت کرده که نزدیکان خشایار الوند میگن که متاسفانه به خاطر مصرف زیاد گویا مشروبات الکلی بوده که سنکوب کرده بوده و این موضوع بوده که عنوان شده توسط نزدیکان. یا مثلا خیلی دیگه از بازیگرها نظیر عسل بدیعی یا یک دو سه تا از بازیگرای جوان دیگه که میگفتن که اینها یا حتی بازیکن‌های فوتبال مثل مهرداد اولادی یا افراد دیگه میگفتن که اینها چون اصطلاحاً یه چیز دیگه مصرف کرده بودن به خاطر همین سرکوب کرد. این موضوعات به حال مطرح هستش در رسانه‌ها و میخوان به نوعی یه جوری این قضایا رو سرپوش بذارن روش یا مثلا مرحوم آزاده نام داره. برسیم به خانم بهار کیانفشار که ایشون متولد 1357 هستن و همه جا عنوان میکنن که متولد 1362 هن، کاری که خیلی از بازیگرا کردن و البته میان به راحتی شناسنامه خودشون رو هم کوچیک میکنن و حالا شاید به خاطر ازدواجی که از قبل داشتن یا چیزهای مختلف. بهار کیانفشار قبلا یه بار ازدواج کرده بوده با یک شخصی که جواهری داشته و از اون جدا میشه و گویا مرده میگفته که بهار کیانفشار یه مقدار تمایل به جنس موافق خودش هم در خصوص اینا هم داشته و یه مدتی با آزاده صمدی دوست بوده و بعد از اون جدا میشه از بهار کیانفشار که همین یک سال پیش هم فوت کرد شوهر سابق بهار کیانفشار. الان هم با یه پسره که حالا یه رگ ترک هم داره ازدواج کرده، عید پارسال ازدواج کرده توی استانبول ترکیه و اونجا هم خونه گرفته و قراره که بره اونجا و زندگی بکنه. پسرم از این پولدار مولدار است دیگه، بازیگرا تا یه پولدار ببینن یا عشق و عاشقشون زپاراش میزنه بالا. اما یه پرانتز هم اینجا باز بکنم، اگر سوژه‌ای داشتید، اگر اطلاعات آماده داشتید میتونید بفرستید برای پیج سوژه. فقط بعضی از این سلبریتی‌ها یا بعضی از این آدم‌ها میان با فیک اکانت خودشون برای من آمار میفرستن و ما اینو تشخیص میدیم. خواستم در جریان باشید که ما اینجا پشمک نیستیم، به خاطر اینکه بعضی وقتی سری آمارها به من میدن که این آمارها خیلی دیتیلاش عجیب غریبه، یعنی مشخصه که انگار خود اون طرف داره میده، یا بعضی وقتی سری آمارها به من میدن که کاملا دروغه. یعنی من با راستی آزماییایی که انجام میدم، حالا خودم یا تیم تحلیل محتوایی که ما داریم، خواهشاً نکنید از این کارا. یعنی من میدونم دیگه، مثلا یه سری اطلاعات برام من میفرستن که بعد میگن هه دیدی مثلا فلانی و چجوری ریسکش کردن. نکنید این کارا رو، به هر حال مثلا بدونید که ما میفهمیم، زیاد خودتون رو خسته نکنید. اما نیوشا ضیغمی هم باحال هستش. توی یه برهه‌ای همزمان ایشون
8 تا فیلم توی اکران داشت توی سینما و نقشه 1 و 2 بود، ولی هنوز هیچ فیلمی هم ازش بیرون نیومده بود. یعنی همزمان تو 8 تا فیلم و سریال، فیلم سینمایی، سریال کنم، نقشه 1 و 2 داشت که رفت بازی کرده بود. اونم به خاطر وجود یه دونه دوست پسر پرنفوذ بود، آقای مهدی صفایی. میبینید چهره ایشون رو؟ مهمان داریم. اینو بگم، استاد من بودن در هنرهای رزمی و استاد بزرگ هنرهای رزمی هستن. قهرمان کیک باکسینگ فول کانتاکت جهان در سال 1999 دانمارک، جناب آقای مهدی صفایی. که نیوشا قبل از اینکه با این مهدی صفایی دوست بشه و رل بزنه و اصلا دوست پسرش بشه، یه بار هم ایشون هم ازدواج کرده بود و جدا شده بود. اینجوری که گفته شده پسره خیلی عاشق نیوشا بوده و نیوشا هم حسابی دهنش سرویس کرده. پسرم از این پولدارا بوده، حسابی پولا رو گرفته و بهش هم گفته خوش اومدی و پسرم درگیر مشکلات عصبی و جنون شده از وقتی که نیوشا ولش کرد. بعد میره با این مهدی صفایی دوست میشه و از اون طرف مهدی صفایی چون آدم پرنفوذی توی سینما ایران هستش و شرکت بادیگارد داره، بیشتر این بازیگرها بادیگارداشون رو این مهدی صفایی زحمتشون میکشید و بهشون میداد و کسی بوده که فرش قرمز اکران فیلم خصوصی سینما ایران رو ایشون ابدا کرده بوده و میاد توی اگه اشتباه نکنم کرمان، الان بهتونم میگم، اون موقع نیوشا توی آموزشگاه کارنامه با مدیر آموزشگاه دوست میشه که یه فیلمی بازی میکنه در چشم باد که مال آقای جعفری جوزانی بود اگه اشتباه نکنم و اونجا با یه شخصی به اسم سعید ابراهیمی دوست میشه که توی اون سریال تو کرمان با این مهدی صفایی دوست شده بوده که مهدی صفایی حسابی بهش فیلم و سریال معرفی میکنه. و جالب بدونید که نیوشا ضیغمی یکی از بزرگترین آرزوهای زندگیش این بوده که محمد رضا شریفی‌نیا رو از نزدیک ببینه. خب دیگه شریفی‌نیا خودتون میدونید به چی معروفه. از اون طرف هم مهدی صفایی ماشین میذاره زیر پاش رو با بادیگارد میرفت این ور اون ور که خیلی هم پیچید که نیوشا ضیغمی بادیگارد داره. خلاصه برای خودش فکر میکرد که کسی شده. بعد از اونم نشون به اون نشون که تو برج الهیه یه دونه خونه 250 متری میگیره مهدی صفایی، طبقه 20مش، که قرار بوده که اونجا برن با هم زندگی کنن و ازدواج بکنن. اطلاعاتی دارم که کوکوپرتون میریزه که همزمان موقعی که با مهدی صفایی دوست بوده با یه پسری توی امارات دوست میشه، توی برج العرب پسره بوده که پسره براش کیف لویی و نمیدونم ساعت رولکس و چیزهای مختلف می‌خریده و بعد از اون مهدی صفایی میگه بابا تو که پولی نداشتی من آوردم تو سینما ایران، همه اینا رو که هست و پول تو جیبت هم از من میرین، ساعت و کیف از کجا آوردی؟ گفته بود خودم خریدم. که بعد از اون مهدی مچشو میگیره که با این پسره بوده و بعد از اون کات میکنه برای یه فیلمی میره اصفهان. حالا جالب اینجاشه، برای یه فیلمی میره اصفهان و اونجا با این شوهرش به اسم آرش آشنا میشه. آرش کسی بوده که تو کار نقره بوده و درآمد هم داشته و جالب بدونید که این آرشه خودش زن و بچه داشته و قشنگ میره تو زندگی این آرشه و یه کاری میکنه که آرشه زن و بچه‌ش رو ول کنه و بره با این نیوشای تهران زندگی بکنه و بعد از اون نقره فروشای اصفهان نامه میزنن به وزارت ارشاد تهران و میگن این نیوشا ضیغمی اومده زندگی یکی از بهترین نقره فروشای اصفهان رو به هم زده، زن و بچه‌شو ول کرده رفته تهران. که بعد از اون هم آرشه مجبور میشه نیوشا ضیغمی رو بگیره که میاد توی یه سری از این فیلماش هم سرمایه گذار میشه و توی این فیلم و سریالا بازی میکنه و حالا اونایی که خودش پولشو داده بوده. و قبل از اینکه بره با این آرش هم ازدواج بکنه یه مدت هم با یه شخصی که حالا سنش هم بالا بود و شوگر ددی مدمری تو مایه‌های اونجوری بود و زن و بچه داشت دوست شده بوده که طرف یه دونه بنز سفید ای 350 میندازه زیر پاش که این بره این ور اون ور و خلاصه ماشاءالله نگم براتون، یعنی پرونده پروپیمونی داشتن ایشون. و خود مهدی صفایی هم که یه بار مصاحبه کرده بود
توی برنامه دوره همی و جای مختلف گفته بود که یه بار بهم 5 تا سکه دادن که 3 تاش تقلبی بوده، یعنی همون برهای قبل از آشنایی با نیوشا که ماجرا اون 5 تا سکه‌ش هم که اومد تو برنامه دوره همی یه جا دیگه هم گفته بود سال 78 تو تلویزیون دعوتش میکنن تو صدا و سیما، بهش سکه میدن و 3 تا از اون سکه ها تقلبی بوده، یعنی تو صدا و سیما به مهمان ها سکه تقلبی داده بودن، یعنی پول داده بودن طرف بره سکه بخره تو بازار، سکه فیک چاپونده بودن بهشون. اینم از ماجرای مهدی صفایی. بذار ببینم موضوع دیگه اینا هم. آها راجع به خواننده هم بهتون بگم یه چیز جالب من دیدم، خیلی الان فصل کنسرت های خواننده ها هم باز شده. یه دقتی اگر بکنید به این کنسرت خواننده ها که حالا تو برج میلاد و کیش جای مختلف برگزار میشه، عموما دو ردیف اول پلنگ و در و داف نشسته که 99% اینا بعضیاشون دوست دختر همون بندایی هن که رو استیج دارن اجرا میکنن. یعنی اگه خواستید دوست دخترهای خواننده ها رو پیدا کنید قشنگ ردیف 1 و 2 یا در بک استیج هستن، البته نه همشون، ولی خواستم بهتون بگم که همیشه ردیف 1 و 2 پلنگ و در و داف نشسته. این هم پدیده‌ای هستش که در بین خواننده‌های ایرانی اتفاق میفته. عموما مثلا تو خواننده‌های خارجی مدیر برنامه یا عوامل اجرا یا پدر و مادر خواننده یا زن یا دوست پسر یا شوهر مثلا خواننده نشسته، اگه خانم آقا باشن بستگی داره به جنسیتشون، ولی تو ایران همش در و داف و پلنگ نشسته، یه مش پلنگ در دو ردیف اول کنسرت ها. این هم در نوع خودش جالب بود. فکر کنم تا همجا کافی باشه. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.